و نارنجک انداز تمام اسلحه که از قطعات بلوچستان ما به اینجا میاد به اساس فرم شاسی بعد از تایم مراحل قانونی اینجا باز چک کنترل میشه عوارضش گرفته میشه بعد از ترمیم بعد به قطعات اطمینان داده میشن و میتونن سلاح خود بگیرن انتقال بدن. مراقبت کردیم و ترمیم کردیم و صفاکاری کردیم. از جمله بیم 21 است، توپای دیسی است، توپای 155 میلی ترکی است. فعلا همین سلاحی را که در مقابل سر ما میبینی سلاح به نام توپ 100 میلیمتری است که منزل از همین سلاح تا 26 کیلومتر انداخت میکنه و از این ما به قدر کافی مهمات هم داریم. ما لواء حمایوي قومندانۍ د اسلحې ترمیماتي ورکشاپ دی. موتورهایی که جمع ببینید ما ترمیم ساختیم، ترمیم کردیم از قبیل یامبی است، انترنشنال است، موتورهای کرند است، دیگه بلدوزر است. اسکار، لونا، اورگان، بیم 21، توپای دیسی مختلف نوع سلاح توپچی الحمدلله ریاست توپچی با کمترین وقت با کمترین مصارف الحمدلله توانستند و به تمام دنیا امارت اسلامی افغانستان قوت نظامی خود الحمدلله نشان دادند و با ملت خود الحمدلله یک اطمینان بخش بود این جشن. فعلا هم الحمدلله و المنه در بخش ترمیم در کل ورکشاپ های مرکزی در ترمیمخانه مرکزی یا ورکشاپ های قلورده ها و اجهزه ها توانستیم الحمدلله 181 ضرب سلاح مختلف نوع توپچی را بعد از پیروزی امارت اسلامی افغانستان ترمیم نمودیم و به خاطر اجرای وظایف با موقعهای مشخص جابجا شدگی است و آماده هر نوع فعالیت هستند انشاءالله. و ما از همین جمله گفته می توانیم با همکاری و حمایه بی‌دریغ مقام رهبری وزارت دفاع ملی و صدر رئیس در رأس مولوی محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع ملی حفظه الله و با همکاری همه مسئولین بالا مقام ما الحمدلله توانستیم در طول 20 سال کدام سلاح ثقیلی که سرمایه ملی سرمایه یک ملت به شمار می رود از ساحات مختلف دور اطراف کابل از جمله پروان، جبل سراج، رشخور، چمتله از مختلف جایها الحمدلله در یک مکان مشخص جمع آوری نمودیم و جمله تعداد 402 ضرب توپ هایی که بسیار قیمت زیاد دارند. شاید ما در بازار آزاد اینطور سلاحی را ما جمع آوری کردیم که در بازار آزاد شاید 1 میلیون دلار خریداری کردن نتوانیم. 1 میلیون دلار. اسم ما مولوی ابو ضیف عبدالقادر حق‌نوا، مدیر تعلیم تربیه ریاست توپچی صدر رئیس وزارت دفاع ملی افغانستان عزیز. ما البته به مدت 2 سال می شود، به حدود 2 سال می شود 402 ضرب مختلف انواع توپ دیسی از تمام زون کابل که ما سلاح توپچی را جمع کردیم. انواع مختلف سلاح توپچی است. فعلا همین سلاحی را که در مقابل سر ما میبینی سلاح به نام توپ 100 میلیمتری است که منزل از همین سلاح تا 26 کیلومتر انداخت میکنه و از این ما به قدر کافی مهمات هم داریم. ما 2 بطری توپچی از این را آماده ساختیم که در صورتی که ضرورت میشه به جسامای پیاده ما این را نظر به هدایت وزیر صاحب دفاع این را توظیف کنیم و جور کنیم. و همچنان ما سلاح دیگه مختلف نوع از جمله سلاح 57 داریم، 76 سرا داریم، ام سی داریم، دی سی داریم که ما این سلاح مختلف نوع هم آماده کردیم. و ضمناً
ما میخواهیم که تیم تکنیکی که فعلا اینجا آمده ایم و یک وظیفه دیگه هم که ما انجام دادیم است که تمام پرسنل امارات که ما اینجا کار میکرد کلش مسلکی شدین و یا سرازی به مردم در این 2 ماهی که ما اینجا کار کردیم خشتشان باز بسته کردیم سالها ترتیب تنظیم کردیم همه را هر پرسنل ما میتونه که یک سالا را حفظ و مراقبت کنه و پاکاری کنه خشتش باز بسته کنه و در آینده ها به خیر و خوبی ان شاء الله در نظر است که یک درس مسلکی را در حدود 1.5 ماه ما میخوایم پلان بکنیم که این افراد ما هم در سالهای توپچیر اکتیف ما و هم در سالهای توپچیر صدر اقدار ما بتانیم که در آینده ها به خیر خوبی وظایف دوری که باشه انجام بدن. در مدت 2 ماه می شود که تمام تانگای زیرهی و وسایل نقلیه و غیر نقلیه ما ترمیم کردیم برای فورکلیفت تانگای حمل و نقل باروری و همگیش به تعداد 27 تراده وسایل بازار چند دانه موتر از وسایل آمبی زره انترنشنال است آمبی است امرپ است موترهای ضربتی است امرچیا در گنگرهای کماندو اونجا سایبان استاد کردیم اونجا 4.5 متر روزای پنجشنبه 4.5 متر اونجا موظف فعال است هر جایی که وظیفه اجرا شود بخیر وظیفه اجرا میکنه پس میاد دنی د اسلحه ترمیماتی ورکشاپ دی دلته موږ 2 قسمه د اسلحو ترمیمات کوو خفیفه او ثقیله او 3 قسمه ترمیمات دلته کېږي جاري وسط او اساسي تاسو چې کوم اسلحې وینئ موږ ته په دغه شکل باندې د وزارت داخله د جزو تمونو څخه راځي او بیا هغه اسلحې چې تاسو وینئ په هغه شکل زموږ تخصصي او مسلکي انجینرانو لخوا جوړیږي او بیرته بیا موږ خپلو امنیتي ځواکونو ته سپارو تر څو د خپلو هیوادوالو او د خپل وطن ډاډمن امنیت ورباندې